حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. برادرمون عثمان، برادر موحد و یکتاپرستمون پشت تلفن هستن. سلام الله علیکم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله علیکم برادر گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. میخواستم راجع به خمس من صحبت کنم اگر مرحمت بفرمایید. بفرمایید. این نوشته من به صورت مقاله من به صورت یک داستانه، یک جریان، یک ماوقعه که انشالله خالی از لطف نخواهد بود. انشاءالله. بفرمایید، در خدمت شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرضا سراسیمه از خواب بیدار شد. خواب قشنگی میدید. خواب پسرک کفشدوز و دختر شاه پریون، خواب شاهزاده و گدا، خواب کوزت، ژان والژان، بینوایان. نمیدونم، هنوز حلاوت آن رؤیا بر لبهایش شکفته بود. وقتی به خود اومد که دیگر خواب نیست، آه داغی از دلش کشید، سراغ مادرش رو گرفت. رفت و دید همان مادر و همان بیماری و همان وضع سرسام‌آور خراب زندگی تکانی نخورده. بدون اینکه علت و معلولی سوال کند ساعتش را نگاه کرد. از وقت گذشته بود. آشفته و هلهلکی لباس کار پوشید و روانه شد. او را هر روز می دیدم. همه بازار جریان مادرش را می دانستند. آن روز ظهر قبل از تایم عبدالرضا می خواست بره خونه. گفتم امروز زود میری؟ گفت کار دارم، میخوام برم دفتر آیت الله سیستانی. گفتم برای چی؟ گفت میخوام برم خمس مالمون و سهم بابامو بدم. بنده خدا تازه باباش فوت شده بود و بهش گفته بودن باید سهم باباتو بدی تا نمازهای عقب مانده رو برایش بخوانم. گفتم خمس چیه؟ سهم کدومه؟ نه درگیر غزوه‌ای شدیم نه سهمی در قرآن قید شده. این کارو نکن، تو بیشتر به این پول احتیاج داری. عبدالرضا حرمتها را شکست و به من گفت شیطان، وهابی ها تو گوشت خوندن، میخوای منو منحرف کنی؟ بعد هم ول کرد و رفت. فردای اون روز او را دیدم و به من گفت ببخشید، قصدم این نبود که تو شیطانی، فقط من از حرفات میترسم، من نمیتونم اهل بیتو ول کنم. به او گفتم بشین با هم درد دل کنیم، اگر حرفامو نپسندیدی بگو اعوذ من الشیطان و برو. به او گفتم برادر عزیز، تا حالا صدای آقای سیستانی را به گوش خود شنیده ای؟ گفت نه، دفتردار ایشان مسائل را به تابعینش ابلاغ می کند. گفتم ایشان عربی را درست تلفظ نمی کند، چرا تا حالا نوت صدایش را کسی نشنیده؟ این آقا نمی تواند قرآن بخواند، فقیهی که تا حالا قرآن نخونده. میدونی به اسم عمل دیسک کمر به انگلستان رفت و در آنجا در قبال میلیون‌ها دلار خون عراقی ها را به اجنبی ها فروخت. آخرین چه دیسک کمری است که 3 روزه برگشت و صاف هم راه میرفت. اینها دروغ میگویند، مثل پینوکیو دروغ‌های شاخدار میگویند ولی دماغاشون رو جراحی میکنند. اینها اگر قرآن هم بخوانی برایت پاپوش درست میکنند، میگویند ببین با خدا رابطه داره. گفتم عبدالرضا جان، میدونی شارع الصهرین یعنی چی؟ خیابانی است در انگلستان که کل خیابان با تمام املاک و امکاناتش متعلق به 2 داماد جناب سیستانی است. اینها این پول را از کجا آورده اند؟ از همین 20% کارمزد روزانه تو و امثال تو که با وجود بیماری مادرت و نیاز مبرم خودت رفتی و این پولها را به کسی دادی که نه بیل دستش گرفته و نه کلنگی بلند کرده و خودش موجودی مثل تو و هیچ مزیتی بر سایر بشر ندارد جز این که با فریبکاری و عوام فریبی پولتان را به جیب میزند. لکن این رفرنس فریبی را در دید تو و امثال تو مقدس و خدایی جلوه میدهند. خمس مختص فقیر است نه فقیر.
اما به غلط فقارت را بایکوت کرده و خود یک کتاز میدان نیرنگ و کلک و حق بازی شده. چرا شما را به قبر پرستی دعوت میکنند؟ تا برای خودشان قدیسیت بسازند و حتی اگر بمیرند قبرشان را زیارتگاه و بارگاه کنند که نسلا در نسل این کارخانه پولسازی و ثروت‌اندوزی نصیب خانواده هایشان شود. برادر عزیزم، سهم بابام چیه؟ اگر پدر گرامی و بزرگوار شما نماز نخونده یا روزه نگرفته و با مقداری پول بتوان این کمبود را پر کرد، خب به تحت همه نه خدا پرستی میکردن، نه نماز میخوندن و نه فرایض به جا می آوردن. قبل از مرگ مقداری پول ودیعه میگذاشتن و با پول نماز و روزه و فرایض عقب مانده تلافی میشد. اینها توهین به رب العالمین است، توهین به ذات اقدس الهی که بخواهد نماز و روزه نخوانده و نگرفته شما را در مقابل پرداخت پول قبول کند. اینها تلاعب با احساسات شما برای چپاول پول شماست. اگر تو این پولها را ندی، من این پولها را ندم، اینها چه کار میکردن؟ میرفتن کشاورزی میکردن؟ میرفتن تجارت میکردن؟ نه بابا جان، کاسب دست میرفتن سر چهارراها گدایی میکردن. تا حالا نشنیدی که از رادیوهاشون قرآن را با صدای اهل سنت پخش میکنن؟ با صدای سعد القامدی، با صدای شیخ ماهر. چون تو اینها رو نمیشناسی، فکر میکنی این قاریان زیبای قرآن از خودشونن. نه عزیز من، اینها در طول تاریخشان هیچ خدمتی نه به بشریت و نه به اسلام کردن. اینها فیگور خوش صدایی خواندن قرآن را با اهل سنت میگیرند. اینها میخواهند تو و امثال تو را گول بزنند، آنگونه که ما را فریفتند. این صدای طنین انداز زیبای قرآن مال اهل سنت است. اگر دقت کنی وقتی قرائت قرآن تمام می شود صدای دیگری می گذارند که بگوید صدق الله العلی العظیم. این اگر تدلیس نباشد پس چیست؟ قاری که سنی بود. از لحاظ ما این فرق و آن فرق هم ندارد، لیکن از نظر این فتنگران فرق بسیار دارد. جالب این که تو همین رادیوهاشون برای امام رضا شعر می خونند، شعری کفرآمیز. میگویند بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم. امام رضا که خودش غریب است، غریبه‌ای که غریبان را در می‌یابد. فکر کن برادرم. طفلک عبدالرضا ساکت بود، حرف نمی‌زد. فکر خیره کننده‌ای مشغولش کرده بود. سرش را به آرامی تکان می‌داد. ناخودآگاه بلند شد و بدون آنکه خداحافظی کند رفت. من ماندم و حسرت داغی که بر این بشر به امثالش می‌کشیدم. هرچند تشیع به همراه سنی شدن ما را ناکار کرده بود، لیکن با چند نفر از دوستان هم فکر نشستیم. گفتم یا اخوان، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. محبت‌های مادر عبدالرضا را که فراموش نکرده اید، مادر آن کوچه های قدیم با آن لبخندهای قشنگ، اون نان داغ تنوری و دوغ و کره مشک. حالا ایشان بیمارند و باید کمکش کنیم. توافق کردیم پولی جمع شود که خرج عمل ایشان تهیه شود. به هر حال پولی جمع شد و به نزد دکترش رفتیم. ایشان بدون تعارف گفت 3 میلیون تومان. گفتم اگر مقدور است تخفیف بدید و بعد ماجرا را شرح دادم. دکتر گفت همشو بیمارستان میبره، درصد کمی به من تعلق میگیره. میدونستم دروغ میگه، نخواستم سوگندنامه بغرات را به یادش بیاورم. بهبودی مادر عبدالرضا برامون مهم بود. به هر حال پول را واریز کردیم و قرار شد فردا ساعت 2 بعد از ظهر ایشان را عمل کنند. من خستم بود، رفتم خونه بخوابم. بعد از ظهر راهی بیمارستان شدم. از دور شیون و زاری و گریه میشنیدم. نزدیکتر شدم. بله درست حد زدی، مادر عبدالرضا دار فانی را وداع گفته بود. عملی ناموفق ایشان را به کام مرگ برد. میدانستم مرگ حق است، لکن از این جامعه خشن حرصم گرفته بود. میخواستم برم سراغ پولها را از دکتر بگیرم، اما میدونستم به سرنوشت خمس دچار شدن. هوا گرگومی شده بود. دمدمای غروب افسرده و ناراحت راهی خونه شدم. داشتم وضو میگرفتم که نماز مغرب رو بخونم. در زده شد. رفتم در را باز کنم. گفتم کیه؟ گفت منم، عبدالرضا. در را باز کردم. صورتش نورانی بود. چهرهش برق میزد. عطوفت و حلاوت خاصی داشت. گفتم بفرما.
گفت مگه تو نگفتی خمس مال فقیره نه فقیر؟ گفتم آری. گفت مگه تو نگفتی بین دنیا و آخرت صندوق پست و تلگراف وجود نداره و با پول نمیشه حسنات را خرید؟ گفتم آری. گفت مگه تو نگفتی مرده ها قادر به اجابت خواسته هامون نیستن و امامزاده ها زائیده تفکر غلط مذهبمون هستن؟ گفتم بله. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. از این به بعد منو عبدالله صدا کن. او را در آغوش گرفتم، برادرانه بغلش کردم، نیم اشکی بر گونه هایم جاری شد. به او گفتم عبدالله بیا تو با هم نماز مغرب را بخوانیم. جل الله عز و جل جانی گرفت و جانی زنده شد. و من الله التوفیق. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از برادر عزیزمون عثمان. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا